زنی بچه‌ای رو به دنیا آورد. زن دیگری گفت به مناسبت تولد بچه‌تون شوهرت برات چی خرید؟ زن گفت هیچی. دوستش گفت مگه میشه؟ یعنی تو براش هیچ ارزشی نداری. بمب رو انداخت و رفت. به ظهر که شوهر به خونه اومد، دید که زنش عصبانیه و کار به دعوا کشید و تمام. جوونی از رفیقش پرسید کجا کار میکنی؟ رفیقش گفت پیش فلانی. دوباره پرسید ماهی چقدر میگیری؟ رفیقش گفت ماهی 5 میلیون. جوون گفت همش همین 5 میلیون. تو چطوری زنده ای؟ صاحب کار تو قدر تو رو نمیدونه. خیلی کمه که. رفیقش یواش یواش از شغلش دلسرد شد و درخواست حقوق بیشتر کرد و صاحب کار قبول نکرد و اخراجش کرد و کاملا بیکار شد. سخن گفتن به زبان شیطان اینه. در طول روز خیلی سوالها رو ممکنه از همدیگه بپرسیم. چرا نخریدی؟ چرا نداری؟ یه علنگو نداری بندازی دستت؟ چطور این زندگی رو تحمل میکنی؟ ممکنه هدفمون صرفاً کسب اطلاع باشه یا از روی کنجکاوی یا فضولی، اما نمیدونیم چه آتیشی به جون شنونده میندازیم. مشکل در زندگی مردم ایجاد نکنیم. کور وارد خونه مردم شیم و کر از اونجا بیرون بیاییم. اگه موافقی یه قلب کامنت کن.